بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سید علی اصغر طاهریان اصفهانی، مؤسس شرکت زرینشال سپاهان است. بعد امر با توجه به تجاربی که داشتیم و توی صنعت از قبل فعال بودیم، اومدیم و یک کارخانه شیر خوش زدیم. عملا اول کار به عنوان پودر آب پنیر شروع کردیم به کار کردن در زمینی حدود 8000 متر و روزی 40-50 تن آب پنیر می‌گرفتیم و تبدیل می‌کردیم. این شروع کار ما. در حال حاضر شرکت ما 20000 متر زمین داره، 13000 متر ساخت داره. طی این مدت زمان به لطف خداوند در سال 1403 توان دریافت 1400 تن شیر و حدود 700 تن آب پنیر داریم. خداوند و به هر حال داشتن همکاران خوب و دوستان عزیز که داشتیم و تفکر دانش محوری که توی مجموعه ما بود، با سرعت تونستیم این مسیر رو پیش بریم.